ما با اتوبوس اومدیم از اوتزانو به روم و grazie amore amore voglio fare un vlog di nostro viaggio in 3 con la bambina e mettere sul mio YouTube però con la lingua persiana voglio mettere niente رسیدیم روم و الان میخوایم بریم سوار قطار بشیم و بریم سمت میلان و بعدش بریم سمت کومو. هم از کوچولو غذا بخوریم اومدیم خانه پیتزا فروش داریم ببینیم که چی میشه دیگه هنوز بچه خوبیه گریه نکرده کاسته ماماره ایشون هم عشق من نه برای چی من به ایتالیایی حرف بزنم. ما رسیدیم جایی که قطارها هست. اینم از کوچولوی ما پیتزامونم می‌بینم الان خوبه ولی بعد غذا بخوره یکم گشنشه دیگه. من اینقدر گشنم بود که یادم رفتن اولین سفرمونه با نینی. من اصلا هیچ آرایشی ندارم من که یادم هم رفت از پیتزا آندریا. اوکی آپدیتتون میکنم تا ببینیم که چه خبره. اینجا هم الان من اومدم بسه کاپوچینو بگیرم. خیلی گرمه و خیلی دیرمه ولی به اون نداریم. آنجا هم منتظرمه با بچه دارن که این کاپوچینو اومده. وقتی که سوار قطار شدم باهاتون حرف میزنم تا بعد. ما الان توی متروی کوموییم بسیار خسته. یه کاپوچینو خوردیم. نینی بیداره منتظر آندریا این بیاد بیرون. Ciao Andrea. Amore, non rimani? Ma noi non andiamo senza di te. No, voglio dire che non è che se ne va. No, almeno un quarto, alla 12 minuti. Ah, ok. quindi نینی بیدار شد دوباره. یکم سخته. اولین بارمون هم بود با نینی رفتیم داریم مسافرت میکنیم. قراره بریم یک ماشینه بگیریم که کومو بود. ما هم نزدیک روم زندگی میکنیم. البته یه استان دیگه است ولی داریم نزدیک رومه و همین دیگه چیکار میشه کرد. چه شکلی بچه رو حالا بخوابونم دوباره با سختی خوابونمش بیدار شد. تا بعد. ما بیدار شدیم، کارمون کردیم. دیشب خیلی سخت گذشت. ما ساعت 12 شب رسیدیم. بچه همش بیدار بود، یعنی همش بیدار میشد میخوابید، بیدار میشد میخوابید. دیگه آخرش خیلی گریه کرد. ساعت 11 و 12 بود که خیلی گریه کرد و دیگه با یه عالمه گریه خوابید. یعنی یه جورایی دیگه قرض زد، گفتش آخه چرا منو تا این ساعت نمیخوابونی؟ من باید بخوابم، من باید بخوابم. این خانم کوچولو پتومونم زیرمون پهن کردیم که راحت دیگه حسابی شیطونی کنیم دیگه، راحت باشیم روی تخت. با اینکه خیلی تمیزه اتاقش. البته ما با وسایل دیگه نزدیک یه جورایی ترمینی کومو بود، 5 دقیقه راه بود پیاده. دیشب بارومی اومد، تاکسی نبود، پیاده اومدیم. مثلا یه وضعی دیگه، یه وضعی خیلی خیلی سخت گذشت. مثلا نتونستم ویدیو بگیرم. ببینید من یه چیزی رو باید براتون توضیح بدم.
وقتی که بچه یه روتینی داره، اون روتینش وقتی که به هم میریزه یه جورایی خب براش خیلی غیر منتظر هستی که اگه به اون روتینش احترام گذاشته نشه ممکنه خیلی عصبانی بشه. ما شانسی که آوردیم تا ساعت خب اسپرانسا هر شب ساعت 7:30-8 دیگه فوق ساعت 8:30 خوابه که فوقش اگه مثلا در طول روزش خیلی دیگه خوابیده باشه و فلان اینا ساعت 8:30 خوابه. دیشب تا ساعت 11 خوب بود، یعنی دقیقا ما پیاده روی که کردیم مثلا حسابی کنجکاو بیرون رو نگاه کنه، دست به کالسکه بگیره، هیچی نگه. به محض اینکه داخل یعنی یه 30 ثانیه قبل اینکه داخل هتل برسیم دیگه شروع کرد گریه کردن. اصلا براتون توضیح ندم، گریه ای کرد که اصلا تو زندگیم همچین گریه‌ای ندیده بودم. خیلی خانومه. الان ما کارو کردیم، دوش گرفتیم، شستمش حسابی چون دیروز خیلی عرق کرده بود، گرم بود. امروز بارون میاد، هوا بارونیه، حالا بعد واسهتون از بارونش هم میگیرم و منتظریم که آندرا بیاد. من ترجیح دادم که با بچه توی هتل بمونم که بتونه بیشتر استراحت کنه. در حقیقت ما تا ساعت 10 خوابیدیم. تا ساعت 10 یعنی سعی کردم که بخوابه اسپرانسا بیشتر، که اون کم بوده خوابش که خب هر شب ساعت 7 میخوابه، شب ساعت 12 نصف شب خوابید، یکم جبران بشه. و خدا رو شکر خب بچه سر حاله مثل هر روز و منتظریم آندرا بیاد دیگه با ماشین. من قراره الان برم کاپوچینو بگیرم. نینیا یک کوچولو به شیر دادم، قرار بود بخوابه ولی نخوابید، نمیدونم چرا. بخوابونمش، اگه نخوابید میریم با هم دیگه پایین یه کاپوچینو میخوریم، یه بطری آب میگیرم که آب خیلی مهمه برای شیر دادن. فقط بعد راجع به این داستانا بعد توی ویدیوهای بعدی باهاتون صحبت کنم. الان فعلا ولای کومو خرید ماشین جدیده برای خانواده، برای امنیت، و من وقتی که به خونه رسیدم براتون توضیح میدم که چرا ما این ماشین رو انتخاب کردیم. سلام، ما برگشتیم، آندرا ماشین رو تحویل گرفت. الان ما دیگه داریم میریم سمت خونه، ولی قبلش میریم لاگو دی کومو. یکی از دریاچه‌های معروف نزدیک میلانه. دی کومو اسم شهرستانش. و میسیم یه رستوران غذا میخوریم و بعد حرکت میکنیم سمت خونه که حسابی خسته‌ایم. ما ماشینمون رو گرفتیم، بعد براتون یه ماشین تور میذارم و براتون توضیح میدم که ما چرا این ماشین رو انتخاب کردیم. بیشترشون این شکلی می‌بینیم. این رستوران دقیقاً جلوی لاگو دی کومو، دریاچه کومو قرار داره. خیلی سنتیه. مثلا میگم رستوران ایتالیایی اصل این شکلیه، پر قابه، پر انبار شراب دارن، میزای این قهوه‌ای این شکلی، چیزای آنتیک. چه نشون میده که اون یک رستوران ایتالیاییه. آندرا سلمان سفارش داد، سلمان وحشی، و منتظریم که پاستا و سکوندو میشه گوشت، همیشه ایتالیایی ها اول کریمو میخورن که میشه پاستا، انواع اقسام پاستا، و بعد سکوندو یعنی غذای دوم که گوشت، انواع اقسام گوشت به هر طریقی که شده. منتظریم که بقیه اجازه برسه.
الان میخوابه، هنوز بیداره. سخت سفر بدون سخت آسون وای نینی سفر سخته، وای نینی بگو انجا سخت باشه. تو واقعا اینقدر دختر خوبیه و آرومه و برای خودش سخته، برای خودش خواستگاره.